آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. هرچه دارد این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. روز کودک 7 ساله که اینک به صنف 1 می رود، از مادرش می پرسد: مادر جان، امروز معلمه به ما گفت که بهشت زیر کدام مادران است؟ چرا شما بهشت را اینقدر تعریف میکنید؟ جای مقدس میگوید، ولی شما زیر کدام مانده اید؟ مادر یک لبخند زیبا میزند و به پسر خردسال خود میگوید: بچه جان، من بهشت را زیر قدم خود گذاشتم تا اینکه تو جگربندم را به آغوش بگیرم. پس دوستان، قدر این عالیه زیبای زندگی، این فرشته زمینی خود را باید بدانیم.